3 اشتباه رایج حقوقی که مردم رو بی‌دلیل گرفتار دادگاه میکنن. پرونده دوم از رازدار عدالت. پول دادن یا پول گرفتن بدون مدرک. بیشتر آدم ها فکر میکنن اعتماد از رسید قوی تره، یا چک دستنویس کافیه، یا پیام تلگرامی مدرکه. ولی وقتی اختلاف پیش میاد همه اینها ناگهان ناپدید میشن. دادگاه فقط یه سوال داره: مدرکت کجاست؟ نه قاضی کاری به نیت داره، نه به رفاقت، نه به قول مردونه. یه انتقال کارت به کارت بدون توضیح، یه چک ثبت نشده یا یه رسید ناقص، همشو میتونن دست تو خالی بذارن. اون وقت تو میمونی و یه جمله آشنا: پول رو دادم ولی مدرک ندارم. قبل از هر پرداخت یا دریافت پول این ستا رو فراموش نکن: یا قرارداد، یا رسید کامل، یا چک ثبت شده. چون توی دادگاه حرف پول رو برنمیگردونه، مدرک برمیگردونه. اگر نمیخوای به خاطر یه پول ساده گرفتار دادگاه بشی، رازدار عدالت رو دنبال کن.